شعرها کیست؟ میدانید؟ از شما میپرسم شعرها را میدانید؟ نه، نمیدانیم. انیخترش من نمیدانم. مادامی که نمیدانید من به شما میگویم شعرها متخصص در مسئله آماده نمودن بمب است. اگر شما عقلتان را درست کار فرمایید پس برای گروه آدمی در کاری میشوید. ما شما را به نزد شعرها میبریم. شعرها شما را تعلیم میدهد، شما را آدم میکند. این به شما پسند است؟ البته. عالی، اینطور باشد با من بیایید. درگان به نهاد عالی برآمد. برای تو بهترینش آماده نمود استادم. وای من نکن شیرا، تو تنها بمب را بالای درون گذاشته ای. از این سخنت من میرنجم. من آن را با آسانی نماندم. فکر میکنی که این آسان است؟ اگر یکم کسی دیگر از آن بهترش آماده کند من گپ ندارم، لیکن اینجا از کرم وابسته است. تو تنها کوردینات را میگویی. او خود به آنجا رسیده میترکد. خلاص بم این طورش را کسی آماده کرده نمیتواند. این را تنها به ما آموزانیدند. میدونم ما هم از برای همین با شما کار میکنیم. خیر یگان ابلهی عضوی دسته اون رو استفاده برده میتواند. خواطر نشو، من همش رو میآموزانم. من فرمودم که به من آدمانی نو را آورند، آدمانی که دستشون سلاح را داشته میتواند. گوش کن شیرا، این عملیات برای من به نهایت مهم است. ما حمله گسترده انجام میدیم. ما باید کشوری آنها را ناآرام سازیم. آرامی آنها که رفت پول خود می آید. فهمو؟ خواطر نشو قصاب، همش تحت نظارت است. عالی. بله، برای حمله گسترده انجام دادن به من تجهیزات پرواز کننده بی سرنشینی با قوت لازم است. خواطر نشو، من فرمودم به تو می آرند. چونان ماهرانه آماده کن که کسی بهتری نش را نداشته باشد. دیگر هر چیزی که خواهی من به تو می دهم. سلامتیت را می خواهم. خطا می کنی. سلامتی خودت را بخواه. مایلش. در ورقه شخصیت جنایت‌های زیاد رو میبینم. تهدید، شانتاژ، یارادور نمودن انسان. تو چیکار کردی؟ قانون‌های ترکیه رو یکی پسی هم زیر پای کردی. گوش کنید خانم پروکورور، من اینجا چون جبر دیده آمدم. این رو من حل میکنم. کی به انبار اومده بود؟ گفتم کن ندیدم نمیدانم. تو دشمن داری؟ با کسی یک دیگر نفهمی کرده ای؟ اوه خانم پروکورور، من چنان دشمن زیاد دارم که مثل آب بحر زیادند. در همه جا دشمن دارم. دهانت رو پوش. انسان بر این جواب ده وقتی سوال دادم. خانم پروکورور، شما با من چنان فشار آورده ایستادید که گویا من جنایتکار باشم. شما باید آن را جوید که با من چنین گناه عملی غیر انسانی را روا دیده است. تو با من کار کردن رو یاد میدهی؟ توبه گوید پروکورور، گویا که من گناهگار باشم. بس. اون مرگونه رو میشناسی؟ کی را؟ یا یوز کرسو رو. توبه، یوزش کی؟ 10 روز پیش موردی سوءقصد قرار گرفته بود. با او شفای کامل میخوام، ولی من اینجا چه علاقه دارم؟ این به تو علاقه دارد که میپرسم. چگونه علاقه؟ حالا به این هم نوبت میرسد. فهمو، با من بیا.
قهوه نمیدید خانم؟ گذر. همین آدم تو رو کشتن میخواست. با دقت نگاه کن. همین آدم تو رو در